برای من خب قضا بالاتر از همه چیز نیست. برای من منفعت یک انسان بالاتر از همه چیز، از بشر، از این جامعه. و به خاطر ازمی هست که هم دولت، حاکمیت سیاسی با تمام ارکانش، هم ساختار اقتصادی، هم ساختار سیاسی، نظریات، موسسات، تاریخ، حقوق، قانون در خدمت انسان باید باشد. حتی قانون در خدمت انسان باید باشد. و اگر بالاتر از منافع از انسان بود، به چیزی ارزش ندارد. در غیر صورت فرد زورمند پیدا شده میتونه با خاطر رفع هوس‌ها و امیال خویش برای خود یک قانون نمیسازد. حقوق، قانون، ساختار ازی، حکومت، دولت، حزب، سازمان سیاسی، ایدئولوژی، عقیده، تاریخ، همه چیز در خدمت مردم و از منافع از فدا میشه. به خاطر است که ما با صراحت و جرأت گفتیم که به خاطر تأمین منفعت اولیای مردم افغانستان از منافع قشری، محدود، گروهی، محفلی، ناسیونالیستی، تبعیضی، سیاسی، حزبی، ایدئولوژیک باید گذشت. چه خاصا که منفعت سکتی و اداری مطرح است. من فکر میکنم با از بیخوبان مخالف هستم که یکی از دوستان محترم در اینجا مطرح بحث ساختن که قضا را بالاتر از همه نرم ها بسازیم و محاکم در این صورت استقلالیتش تامین شد. من نمیگم که در هنگام تطبیق قانون، رعایت قانون، کنترل از قانون، حراست از قانون شما با مشکلات مواجه نیستین و موانعی نیست در برابر شما. این را من تایید میکنم. موانعی وجود داره و باید در جهت رفع ازی اقدامات، تدابیر و حتی مبارزه کرد، مشترک کرد. بعد از حوالت مبارزه انفرادی گرفته تا جدید و همه مسائل را به کار برد، اما به شکل سازنده، نه انتقاد برای انتقاد، نه انتقاد برای تخریب، نه انتقاد برای آنکه صرف ما خود را به مثابه مبلغ افاده کرده باشیم. اگر استقلالیت قضا ما فکر میکنم ای باشه که تلاشی ما در کدام دروازه صورت نپذیرد، برای اینکه استقلالیت قضا صدما میخوره. خانه باید وجود داشته باشه و آپارتمان، هرچه دسترخوان باید وجود داشته باشه، در حالی که اینجا آچار صاحب مطرح ساختن که مسئولیت قضات از همه مهمتر است که سر ازی باید گپ بزنیم، سر عدل و انصافشان، سر پرهیزگاری و تقوایشان، نه سر جان و نفسشان و سر هوا و هوسشان. و سر مسئولیت هم صحبت کرد که هر کسی که کلمه میخوانه که لا اله الا الله و محمد رسول الله، او اگر زنده هم است در حراست ذات عزت متعال است، اگر به او دنیا هم میره و مقدور باشه و منظور خداوند باشد، برای ذکر جانهای ما و شما، همه ما مسلمان هستیم، عاریت بیش چیزی نیست. و اگر این با درجه شهادت نصیب آدم شود که آدم از خاک به افلاک به این درجه عروج بکند، برای دادن چنین عاریت هر مسلمان در گام اول و قدم نخست حاضر و آماده است و ذکر افتخار بزرگی پیدا نمید. از این مرگ زیر لحاف